به هوای داغ‌های زینب، به هوای فراقی که از این لحظه و ساعت بر دل زینب کبرا نشسته. به سر و سینه بکوبید، بگرید و غمگین باشید برای حسین و برای اسارت زینب و آل الله. شبیه پیامبر ابوالفضل و زینب، دو زهرا دو حیدر، ابوالفضل و زینب. شبیه پیامبر ابوالفضل و زینب، دو زهرا دو حیدر، ابوالفضل و زینب. به سربند مردان عالم نوشته سلام خدا بر ابوالفضل و زینب. خدا فریدن تو یک روح عاشق درون دو پیکر، ابوالفضل و زینب. خدا آفریدن تو یک روح عاشق درون دو پیکر، ابوالفضل و زینب. لا 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 لا. یه بار دیگه ملودیش قشنگ، یه بار دیگه. لا 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 لا. تسلیت عرض میکنم غروب روز عاشورا، دم شام غریبون، ز شیرین و فرها دو لیلی و مجنون، ز شیرین فرها دو لیلی و مجنون، چشمی فراتر ابوالفضل و زینب. یکی ماه میدان، یکی ماه خیمه، یکی ماه میدان، یکی ماه خیمه، دو خورشید پرور ابوالفضل و زینب. ابوالفضل و زینب جانم. چنین احترامی میان دو محرم، چنین احترامی میان دو محرم، ندیدم مگر در ابوالفضل و زینب. یا ابوالفضل یا زینب، یکی با توانم، دو تا بزرگ، یکی با بیانم، دو تا دریا، علی مکرر ابوالفضل و زینب.
ماشاءالله چه جمعیتی، چه جمعیتی. نزدیک غروب روز عاشورا این سوگنامه دم شام غریبون و پایان بخش مراسم دهه اول ماه محرم. حال غریبی داریم، حال غریبی است. دل آرام و دل دار و دل بند و دل خون، دل آرام و دل دار و دل بند و دل خون، دلیر و دلاور ابوالفضل و زینب. های یه قدم برمیداری بگو یا ابوالفضل، یه قدم بگو یا زینب. اصلا حالا که اینطوره آقایون بگن یا ابوالفضل، خانوما بگن یا زینب، هر دوتاش. یه قدم بگو یا ابوالفضل، یه قدم بگو یا زینب. ببین گرت باز میشه، ببین حال دلت چطور میشه. داری دوتا اسطوره رو صدا میزنی، دوتا اسطوره، دوتا بزرگ، دوتا اقیانوس. حالا بگو یا ابوالفضل یا زینب. بخواه شیرین و فرهاد، دو لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، دو لیلی و مجنون، چه عشقی فراخت ابوالفضل و زینب. چه جمعیتی اومده دم شام غریبون برای عزاداری. یا زینب تسلیت. میان دو محرم ندیدم مگر در ابوالفضل و زینب. چنین احترامی میان دو محرم ندیدم مگر در ابوالفضل و زینب. ز شیرین و فرهاد، تو لیلی و مجنون، ز شیرین و فرهاد، تو لیلی و مجنون، چه عشقی فراتر ابوالفضل و زینب. واقعا عشقشون بالاتر از شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون و وامق و عذرا نیست. چرا هست؟ یکی ماه میدان، یکی ماه میدان، یکی ماه خیمه، دو خورشید پرور ابوالفضل و زینب، ابوالفضل و زینب. دل آرام و دل دار، دل آرام و دل دار، و دل بند و دل خون، دل آرام و دل دار، و دل بند و دل خون، دلیر و دلاور ابوالفضل و زینب، دلیر و دلاور ابوالفضل و زینب.
چه بیمی ز محشر، چه بیمی ز محشر، بگوییم اگر در نفسهای آخر ابوالفضل و زینب. به خدا این دوتا اسمو بگی دیگه ترسی نداری یا بند آخرشه. چه بیمی ز محشر، بگوییم اگر در نفسهای آخر ابوالفضل و زینب، ابوالفضل و زینب. جانم ماشاءالله به سینه زنای امام حسین، به سر و سینه میزنی در غریب ترین لحظه های تاریخ، مظلوم ترین لحظه های عالم. امان از دل بانوی بزرگ دشت نینوا، قهرمان که زینب یه زن نیست، که زینب یه زن نیست، یک مکتبه. آره که زینب یه زن نیست، یک مکتبه. که پیغمبر کربلا زینبه، که زینب یه زن نیست، یک مکتبه. که پیغمبر کربلا زینب. یکی ماه میدان، یکی ماه خیمه، دو خورشید پرور ابوالفضل و زینب. یا ابوالفضل یا زینب، یا ابوالفضل یا زینب. این دوتا اسمو بگو ببین چه اتفاقی میفته. یا ابوالفضل تو حالش دم شام غریبونت، یا زینب دلیر و دلاور، یا ابوالفضل ماه و خورشید، یا زینب. همه بگیم دیگه. یا ابوالفضل یا زینب. زمزمه کن زیر لب. یا ابوالفضل. ماشاءالله به این جمعیت. کربلا کفن مگر به غیر بوریا نبود، مگر حسین فاطمه عزیز مصطفی نبود، مگر کسی که کشته شد منش برد نمی کنم، مگر که پار پیرهن به پیکرش روانه بود. سلام علی امان ای دل، امان ای دل. سلام علی سلام علی قلب زینب الصبور،
سلام على 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 بنت فاطمة سلام على سلام على سلام على سلام على سلام على بنت علي بنت علي ابن أبي طالب یا زینب شیرزن بزرگ بانو آدم کیف میکنه اسمتو میگه غرور میکنه افتخار میکنه مباهات میکنه که دین ما و شریعت ما و مذهب ما زنی چون تو داره یا زینب یا زینب دم شام غریبون نگامون کن بانو زینب جان جان کی سلام علی سلام علی سلام على سلام على اخت الحسین خواهر حسین یا زینب سلام یا زینب سلام یا زینب سلام 10 روز گذشت از امروی چله فقط باید بگی یا زینب خیلی حرفه 10 روز یا حسین 40 روز یا زینب عجب عجب بریم سراغ قطعه 9 مرثیه نه یه دو بند دیگه از اونها رو بخون آقای قنطایی خاک عالم به سرم باید خاک به سر بریزیم گل میریزید رو سر عزاداران باید خاک عزا بریزیم که گلای فاطمه پرپر شدن گلای خدا رو زمین افتادن گلای رسول الله تکه شدن شما گل میریزید رو سر قربون این معرفتتون قربون این عشقتون اینقدر مریض اینقدر بیماری که بیماری های صعب العلاج و این برگی که من دادن از این اسمها و از این برگه ها شاید بگم 20 برابر این بوده ولی بعضی ها دیگه باید خاص دعاشون کرد همین الان 3 نفر شیمی درمانی میکنن از اون نوع مریضی های سخت و صعب العلاج خیلی التماس کردن که دعا کنید آقای عباس ملا علی اکبری آقای ابو طالبی خیلی پرچمدار هیئت جوانان پرچمدار هیئت جوانان به یاد و به نیت شفاشون داری به سر و سینه میزنی تو رو خدا مریضا رو دعا کنید آسمون هم که دلش گرفته و از این آسمون تر از این دل گرفته تر از این آسمون آسمونی تر دل بانو زینب کبراست حضرت عقیله چه بگویم
ای که به خشکی لبات، ای که به خشکی لبات دریا توسل میکنه. موندم چجوری داغ تو دنیا تحمل میکنه. سروی که تنها شاهده این برگ ریزون منم، کوهی که میخواد پاشه و دیگه نمیتونه منم، دیگه نمیتونه منم. وای گرم توافن تا غروب، سر نیزه ها دور سرم. گرم توافن تا غروب، سر نیزه ها دور سرم. وقت نماز تیها سجاده میشه فکرت، سجاده میشه فکرت. قریبونه به نواز، قریبونه. چه خبره؟ خوش اومدید عزادارا، خوش اومدید. گوش کنید. این موج که روی تنت، این موج که روی تنت با گریه میریزه منم. این موج که روی تنت با گریه میریزه منم. زخمات لب وا میکنه هر بار بوسه میزنم، هر بار بوسه میزنم. دوستش دارم نوها رو. دیده میونه موج خون، دیده میونه موج خون. دریای احساسم تو رو ای آشناتر از همه، حتی ای آشناتر از همه. حق میدی نشناسم تو رو، حق میدی، حق میدی، حق میدی. انت خیای تو برادرم حسین دی، حق میدی نشناسم تو رو. زخم به هم میگه بمون، زخمت به میگه بمون. چشمت به هم میگه برو، چشمت به میگه برو. سنگم بیاد از آسمون، آره میخوام منم دوباره بخونم. سنگم بیاد از آسمون، سنگم بیاد از آسمون. تنها نمیذارم تو رو، سنگم بیاد از آسمون. تنها نمیذارم تو رو. زخمت بهم میگه بمون، زخمت بهم میگه بمون بمون. زخمت بهم میگه بمون، چشمت بهم میگه زخمت بهم میگه بمون، چشمت بهم میگه برو. سنگم بیاد از آسمون، سنگم بیاد از آسمون. تنها نمیذارم تو رو، آی تنها نمیذارم تو رو.
آره من به آقای مجوجی گفتم که این ساز رو کنار بگذارن و سازی که هم نوا با شام غریبانه بیارن 7-8 دقیقه دیگه با اون ساز بنوازند و قبل از تشکرهایی که حالا کلی و بهتره بگم جزئی هست یکان شمایی که سینه زن امام حسین دونه بدونتون اینقدر عزیزی اینقدر حضرت زهرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شما رو دوست داشته و داره که تو همچین لحظه هایی که نزدیک اذان لحظه و دم شام غریبون تو مجلس عزای امام حسین داری به سینه میزنی داری به سر میزنی چه خانوم ها چه آقایون چه خواهرها چه برادرها چه دختر خانوم ها چه آقا پسرها کوچولوها پسر بچه ها دختر بچه ها تا پیشکسوت ها تا پیر غلام ها دیگه اینجا پیرمرد نمیگن پیر غلام میگن که موی سپید کردی به عشق امام حسین از همین سن شروع کرده الان شده نوکری که پیر غلام پیشکسوت دستتون رو میبوسم سینه زنای امام حسین خیلی خوش اومدی میدونید چی میگن شام غریبان زینب سر در گریبانه به خدا همینه همین عشقاست که سینه به سینه منتقل میشه دیگه اومدی آقا علی اکبر کجایی برادرم این بند نوحه رو آخرین بند مال شام غریبونه یه بار آقای قنایی میخونن یه بارم من نفس میزنم بعد یک قطعه نوحه عاشقانه واسه حضرت زینب سلام الله علیها و تمام من تقدیم با شونه می کنم گوش با آشونه می کنم زلف پریشون تو رو زلف پریشون تو رو با عشق روشن می کنم با عشق روشن می کنم شام غریبون تو رو شام غریبون تو رو با آشونه می کنم با آشونه می کنم زلف پریشون تو رو با آشونه می کنم زلف پریشون تو رو با عشق روشن می کنم شام غریبون تو رو با آشونه می کنم زلف پریشون تو رو با عشق روشن می کنم شام غریبون تو رو آخ جگر سوزه جگر می سوزه دل داغداره دل پاره پاره خدا خدا با آشونه می کنم زلف پریشون تو رو با عشق روشن می کنم شام غریبونه برگشتم لطفا خیلی گوش بدین این آخرین قطعه از تقییمتون میکنیم خیلی گوش بدین آقای قنایی هم بد بخونم برگشتم از شبهای بی تو
برگشتم شبهای بی تو گوش برگشتم شبهای بی تو دیدن ندارد دنیای بی تو چرا پایان ندارد این تشنگی ها بگو باران ببارد صحرا به صحرا به عشق تو اشک بی اختیارم سراپا جنون سر به صحرا گذارم که یک چله در هوایت ببارم به عشق تو اشک بی اختیار به عشق تو اشک بی اختیارم سراپا جنون سر به صحرا گذارم که یک چله در هوایت ببارم تا 40 که یک چله در هوایت ببارم یا زینب یه داره شام غریبون فقط خدا میدونه تو الان چه حالی تو همه عشقی عقل سرخی تو همه شوقی موج آهم من تو هم آغازی و هم پایان همیشه در نیمه راهم من همیشه در نیمه راهم من وای به عشق تو اشک بی اختیارم سراپا جنون سر به صحرا گذارم که یک چله در هوایت ببارم به عشق تو اشک بی اختیار به عشق تو اشک بی اختیارم سراپا جنون سر به صحرا گذارم که یک چله در هوایت ببارم تا 40 یه بندگش رو بخونم برگشتم شبهای بی تو برگشتم شبهای بی تو دیدن ندارد حسین دنیای بی تو چرا پایان ندارد این تشنگی چرا من اینقدر تشنمه که هرچی آب میخورم سیراب نمیشم چه کردی به دل تفدیده ما حسین چرا پایان ندارد این تشنگی ها بگو باران ببارد صحرا به صحرا صحرا به صحرا به عشق تو اشک بی اختیارم سراپا جنون سر به صحرا گذارم که یک چله در هوایت ببارم به عشق تو اشک بی اختیارم به عشق تو
عشق بی اختیار سراپا جنون. بابا دیوونم کردی حسین، تو کیستی که همه عالم دیوونته؟ غروب عاشورا خون دارد از سوی آسمون، دلها حزین دلها حزین، خون بارد از سوی آسمون، دلها حزین دلها حزین. خیمه های حسین می سوزه، غریبی درد بی درمان. همه میگن یتیمی درد بی درمان. نه نه های غریبی درد بی درمان. غریبی شده پر همه گلهای زهرا، شده پر همه گلهای زهرا. بگرید آسمان زنداغ اونا، تمام کودکان و جمله زنها، همه آواره گشت بین صحرا، همه آواره گشت بین صحرا. وای امان وای امان وای امان وای امان من میخوام با جناب سعید جانی نوازنده پایه و ریتم هیئت اینجا خداحافظی کنم، ولی این یکی دو دقیقه رو میخوام به عشق حضرت زینب کبرا یه تکنوازی 1 دقیقه‌ای در این دم شام قریون بنوازن. صدای طبل ریز قطع میشه و صدای سنج رو داریم و صحبت‌های پایانی. سعید جان هرچه عاشقی که خیلی عاشقی، 10 روز تموم شد، دمت گرم. الهی که 50 همیشه پرتوون باشه. سعید واسه امام حسین پایه ورید، الهی پایه های زندگیت محکم باشه، الهی ریتم زندگیت همیشه بر پایه عشق و نعمت و نور و برکت باشه. 1 دقیقه بنواز فقط به خاطر زینب. ای جان حسین جان داره به عشق تو می نوازه، به خدا دونه دونه این میخوره روی این پوست تر، فقط عشق امام حسینه. فرق داره هنر خرج امام حسین بشه یا جای دیگه، خیلی فرق داره.
و تمام. زمین پر می شود از بوی یوسف، زمین پر می شود از بوی یوسف. دل خود را روان کن سوی یوسف. این یک تقدیرنامه است. علی اکبر میجوجی میخوام تکنوازی کنی، ولی الان فعلا زیر صدای تشکرها رو بزنه، تو ببر، سنجم بزنه، سینم بزنید. آره من عین متن رو میخونم، چون بخوام جمله بندی های خودم کنم طولانی تر میشه. هر یه بیتی که میخونم تشکر، چون رو زمین افتادن دیگه گلای فاطمه. زمین پر می شود از بوی یوسف، دل خود را روان کن سوی یوسف. تشکر واقعا ویژه از زنجیر زنان، از زنجیر زنان. و امروز هم که مراسم سینه زنی بود. عاشقتونم، خیلی دمتون. چی بگم؟ من نمیدونم چی بگم. اونم با نوحه هایی که بنده میخونم، با ملودی هایی که انتخاب میشه. واقعا میدونم خیلی سخته، دستتون درد نکنه. خیلی آقایی، خیلی بزرگوار. ممنونم از تک تک زنجیر زنان، از کادر محترم آشپزخانه، طبخ و توزیع. و من میدونم که خیلی درد سر داره. این حسین آقای ایدری رو من 9 سالگی میشناسم. 30 سال من الان، غیر از چند سالی که حالا به دلایلی نبودم بین شما بود. آشپزخونه و غذا درست کردن برای هر شب و هر روز واقعا عشق میخواد. فقط آشپز، سرآشپز، مدیریت آشپزخانه، تمام بانیان غذا در کل دهه و مسئولین پخش غذا، عرض کردم توزیع غذا در مدت این دهه. ستاد تبلیغات و روابط عمومی هیئت جوانان. یه دوست خوبی هم دارم که هم بحث تزیین پرچم‌آرایی هیئت رو داره، جناب آقا ابوالفضل رضایی، عاشق و دلباخته است. میدونم دعا اینو دوست داره، الهی بری تو قبل 40 کربلا، 40 کربلا باشه. زمین پر می شود از بوی یوسف، دل خود را روان کن سوی یوسف. بیا مشکی ببر از مصر خالش، بیا حسنی بچید از روی یوسف. بله کادر آذین بندی رو عرض کردم. یکی از دوستانی که سرپرستیشون رو داره، نور پردازی محبت و هیئت و خیابان 17 شهریور. سیستم صوتی علی حسینی. قرا و نق زدنای منو خیلی تحمل میکنه، خیلی اذیتش، خیلی دعواش کردم. علی جان حلال کن، ببخش دیگه، همینه دیگه، منو ببخش. علی آقای حسینی ماهه، خیلی دعوا میکنیم با هم. و اونایی هم که کمک کردن کنار علی حسین، آفرین که نوشتید. دستیارای صدا آقای محمدی اگه اشتباه نکنم، محمد محمدی و آقای علی اکبری، آقای محمد کرم علی، حسین ملا احمدی. امیدوارم درست خونده باشم. جوونا دم شما گرم. چهارچرخا واقعا اونا من خیلی گر زدم که چهارچرخ چرا اینجا، مثلا چرا اینجا سوت میکشه فلان. همین حملش، هل دادنش، قرار دادنش. اشخاصی هم که در طول این دهه قبول زحمت نمودن جهت حمل و نقل و تردد. خیلی هیئت مسائل و نکات مختلفی داره که نیاز به حمل و نقل و پشتیبانی داره. اینو بهتر اینا بچهای پشتیبانی هیئت هستن، علامت کشا. برای امن‌ترین جای جهان زیر علم امام حسینه. تمام زیر علم امن‌ترین جای جهان است. آقای بله اسمشونو که آوردم، همین آذین بندی علامت هم که دست همون آقایی که آذین بندی هیئت هم میکرده. کلا عاشق دیگه، مثلا دوست داره آذین به من مجلس امام حسین. گروه موزیک، طبل زنها
تبلای بزرگ، سنزنها از نوجوان جوون، سنزنهایی که واقعا به خدا با تمام عشق بدون هیچ، من نمیخوام بعضی از جمله ها رو بگم، فقط به خاطر امام حسین میان، فقط همین دیگه. نوازنده محترم هیئت که الان ازشون میخوام یه دقیقه تکنوازی کنن برامون، مسئولین آقای علی اکبر میجوجی عزیز، برادر نازنینشون علی اصغر میجوجی ترومپت، سازهای ساکسیفون، سازهای مختلفی رو آقای علی اکبر میجوجی، هنرمند خوب کشورمون که با خواننده های خوب کشورم کار میکنن و قبولش دارن و درجه 1 هست. ممنونم علی اکبر جان. مسئولین محترم بهزیستی حضرت قمر بنی هاشم شهر نیمبر، تشکر از مهمان نوازی همه ساله اونا، مسئولین هیئت امنا، هیئت مدیره، هیئت جوانان و برنامه‌ریزی خیلی کار سخت. نیروهای بسیج، برای بچه‌های بسیج ممنونم، نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای مردمی که امنیت و نظم عزاداری در دهه رو انجام دادن و تمام مهمانان. پایان بخش هم این است که میخوام یادی کنم از مرحومه مغفوره، کسی که باید بیشتر از این یادش میکردم، امسال جاش بین ما خالی هست. این بانوی عاشق اهل بیت که در خونش باز بود به روی دیگه، هم مادهین و ذاکرای امام حسین، هم برای بچه‌های هیئت، مرحومه مغفوره زهرا سادات اسلامی و همه درگذشتگان از این هیئت. ممنونم از همتون، تشکر. الهی که خیر ببینید و حاجت روا بشید. من خداحافظی میکنم. علی اکبر جان یه تکنوازی داشته باشن. مظلوم، الهی که هر حاجتی دارید، خانمای محترم، مادر همتون به حاجت اومدید، امیدوارم حاجت روا بشید. آره چشم. خیلی التماس دعا گفتن عمه جی برای جوان مریض، برای خیلی التماس دعا گفتن. ممنونم از مهمان نوازی شما. من از محضر شما مرخص میشم از این شهر دوست داشتنی. امیدوارم که همیشه دلتون حسینی و دلتون زینبی باشه. شب بر شما به عشق، روزگارتون پر از نعمت و نور. خدا نگهدار. علی اکبر جان بنوازد. بلند بگو یا حسین.